رئیس بالاخره ماشینمون توی لاسمن تورست و سنفیرو آماده شدن. دستور شما چیه؟ میدونی که چقدر واسه این روز صبر کردم تا برسه. پس خودت میدونی الان باید چیکار کنیم دیگه. نباید من بهت بگم. بله رئیس، کاملا متوجهم. ما خیلی تلاش کردیم تا بتونیم این موقعیت رو پیدا کنیم. پس دستورتون چیه؟ سریعا ماشینا رو حاضر کن و بگو حمله کنم به لس سانتوس. میخوام تا 24 ساعت آینده کل لس سانتوس رو برام بگیری و 4 نفر رو برام پیدا کنی. سی جی، سجاد، رایدر، سویت. همین الان شروع کن. زنده باد مافیا کارتل. رایدر میگن امروز رضا رو ندیدی؟ نه والا داداش سیجی، من ندیدمش. چرا مگه؟ هیچی، دیدم امروز خونه نیومده. گفتم شما خبرشو داشته باشید. داشت سیجی، دیشب من رضا با هم بودیم. رضا گفت میخوام برم تا جای دیگه، منم رفتم خونه. نه خب که گفتی سجاد، اگه این کوچه 100 تنهایی رفته باشه قهوه خونه دهنشو سرویس میکنم. نگران نباش رایدر، الاناست که دیگه برسه. سی جی بیا در کفتی رو باز کن، خبر مهمی دارم. سی جی در باز کن لعنتی، در باز کن. سی جی در باز کن. سی جی بیا دیدی گفتم الان میاد. حالا برو در باز کن ببین مشکلش چیه. اوکی، حل چشاته. خب رضا که تنهایی میری قهوه خونه، دن سرویس حداقل مورم با خودت ببر. قهوه خونه چیه رایده؟ چرا شر میگی؟ بیا برو تلویزیون روشن کن ببین چه اتفاقی افتاده. به بینندگان این برنامه سلام و درود میفرستیم. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض میکنیم که یک مافیای خیلی بد به لس سانتوس حمله کرده. اگر از خانه تان بیرون میایید حداقل 2 اسلحه با خودتان بیارید. پلیس لس سانتوس اقدامات ویژه را در بر گرفته. تا خبرهای دیگر فعلا. بچه‌ها وضع خیلی خرابه که مافیا حمله کرده. حاجی نمیتونیم اینجا وایسیم، بعد یه کاری کنیم. رایدر یه پیشنهادی بده، یه کاری بگو. میتونه همشون رو یه جا گیر بندازیم، بعد به سعید بگیم سعید کنه همشون رو یکی یکی تموم کنه. سی جی داش، حرف رایدر درسته. میتونی یه جا پیدا کنی مافیا رو بیاری اونجا، بعد سعید از اون بالا همشون رو جر بده. سی جی من کامل با حرفشون موافقم. میتونیم کاری یه سره کنیم. به نظرم خیلی سریع تموم میشه. خب آقا حل اوکیه، بریم کار انجام بدیم. چند ساعت بعد رایدر ما نیم ساعت اینجا وایسیدیم اما خبری از این سعیدت نشده. پس کجاست؟ کی میاد؟ والا داشت سیجی هنوز بهم اسمس نداده، فقط آدرس داده، گفته بیا اینجا و من اینجا هستم. حالا که ما اومدیم نیستش. خب رایدر اون آدرسی که برات فرستاده ببین اصلا درست اومدی، خراب اومدی، یا فقط اینجا رو اومدی پیچوندی فقط؟
نرازه آدرسی که فرستاده دقیقا همینجاست. شاید رفته دوری زده باشه تا ما برسیم. بچه شما مثل منم یه صدای ماشین نمیشنوید که داره میاد؟ چرا حاجی منو صداشو میشنوم، انگار داره یه ماشین نزدیک ما میشه. حاجی فکر کنم مافیا ما رو پیدا کرده. پناه بگیرید. رایدر حالا چیکار کنیم؟ مافیا گیروم انداخته. سعید لعنتی تو هم هنوز نیومده. سیجا یه فکری دارم، همه با هم دیگه بریم اون بر، اینجوری میتونیم فرار کنیم. اون وقت دست اون بازتره. خیلی خوب رایدر، با شماره من بریم. 1 2 3. خب رایدر کارت تمومه. میدونی رئیس چقدر مشتاق اینو داره ببینته. دوباره با هم دیگه برگشتیم. منو یادته امید نسخ؟ آره یادم امید نسخ، ولی فعلا شما به گاه میرید الان، نه من. منظورت چیه رایدر؟ داری در مورد چی صحبت میکنی؟ اینجا که ماییم و خودت. آقای رایدر کار همشون دیگه تمومه. تا چند ثانیه دیگه فشنگ رفت این هوا.